کنترل وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلندتوناژ در جریده رسمی نشر گردیده و نافذ می باشد. شاهراها و سرک‌ها با هزینه‌های هنگفت معمار و ساختمان می شوند و از شریان‌های حیاتی حمل و نقل کشور به حساب می آیند و نقش مهم در روند توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دارد. حفظ، مراقبت و نگهداشت سرک‌ها وجیبه ملی هر شهروند کشور می باشد. وزارت فواید عامه به منظور جلوگیری از تخریب سرک‌ها به تصحیح از حکم ماده 52 قانون تنظیم ترانسپورت جاده مقرره کنترل وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلندتوناژ را در 4 فصل و 31 ماده به منظور معیاری ساختن وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلندتوناژ ترتیب نموده. طی حکم شماره 750 مؤرخ 5/4/1399 از سوی جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان منظور گردیده و در شماره 1384 مؤرخ 5/6/1399 جریده رسمی به نشر رسیده و نافذ می باشد. مطابق این مقرره تمام رانندگان وسایط نقلیه باربری بلندتوناژ، شرکت‌های ترانسپورتی و مؤسسات بارچلانی مکلفند بار را مطابق اکسل و معیارهای تعیین شده کمپانی مولد واسطه حمل و نقل نمایند. در صورتی که از این امر تخلف ورزی و اضافه تر از توناژ تعیین شده مقرره و معیار کمپانی مولد نوع واسطه بارگیری نمایند، با آنان برخورد قانونی صورت گرفته واسطه نقلیه متوقف شده و نظر به کد جزا بر علاوه توقف واسطه جریمه نقدی صورت میگیرد که بعد از اجرای شدن آن کسی حق شکایت را نخواهد داشت. بر اساس ماده 12 مقرره، تغییرات تکنیکی به منظور بلند بردن توناژ واسطه نقلیه یا نوعیت استفاده آن ممنوع می باشد. هرگاه بر واسطه نقلیه قبل از انفاذ این مقرره تغییرات تکنیکی وارد شده باشد، وزن تغییرات تکنیکی واسطه نقلیه با وزن بار آن محاسبه می گردد. بر اساس مقرره مذکور، نصب ترازوها جهت تثبیت وزن وسایط نقلیه و بار آنها، تثبیت ابعاد وسایط نقلیه و کنترل آن، جلوگیری از حمل و نقل بار اضافی، نظارت از فعالیت ترازوهای مربوط، تثبیت تخلفات و تطبیق معاهدات مندرج این مقرره و سایر اسناد تقنینی مرتبط و معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح از وظایف و صلاحیت‌های وزارت فواید عامه می باشد. در ماده 11 این مقرره تاکید گردیده است هرگاه راننده واسطه نقلیه شرکت ترانسپورتی باربری جاده‌ای یا مؤسسه بارچلانی خلاف احکام این مقرره برای مرتبه اول بار اضافه تر از توناژ تعیین شده در مقرره را حمل و نقل کند، واسطه نقلیه توقف داده شده و راننده مکلف به تخلیه بار اضافی از واسطه نقلیه می‌گردد. راننده واسطه نقلیه مکلف به پرداخت کرایه انتقال و اجرت کارگرانی که بار اضافه را از واسطه نقلیه تخلیه می‌نماید بوده و اجازه‌نامه فعالیت شرکت ترانسپورتی باربری جاده‌ای یا مؤسسه بارچلانی برای مدت 3 ماه تعلیق می‌گردد. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم، اجازه‌نامه فعالیت شرکت ترانسپورتی باربری جاده‌ای یا مؤسسه بارچلانی برای مدت 6 ماه تعلیق می‌گردد و برای بار سوم اجازه‌نامه فعالیت شرکت ترانسپورتی باربری جاده‌ای یا مؤسسه بارچلانی لغو می‌گردد. همچنان به اساس مفاد این مقرره، تعدیلات لازم در ماده 369 کد جزا از سوی وزارت فواید عامه پیشنهاد گردیده بود. در جلسه مؤرخ 27/5/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح ایجاد و تعدیل در برخی از مواد کد جزا را به داخل 3 ماده به حیث فرمان تقنینی تصویب نمود که به اساس ماده 369 شخصی که عمدن سرک، پارک، تفریحگاه عامه یا ملحقات آن را تخریب نماید، علاوه بر حبس قصیر 6 ماه یا جزای نقدی از 5000 تا 30000 افغانی به جبران خساره وارده که شامل قیمت و مصارف احیای مجدد تأسیسات مذکور می باشد نیز محکوم می گردد. شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد با در نظر داشت مقدار وزن اضافه به حبس قصیر یا حبس متوسط الی 2 سال محکوم می گردد. در صورتی که کارکن موظف تعیین مسیر حرکت واسطه نقلیه بلندتوناژ بعد از حصول اطمینان از اضافه بار بودن واسطه نقلیه آن را تعیین مسیر نماید، در صورتی که کارکن موظف کنترل وزن بعد از حصول اطمینان از اضافه بار بودن واسطه نقلیه بلندتوناژ بار اضافه واسطه نقلیه مذکور را تخلیه ننموده و اجازه عبور دهد، در صورتی که مسئول ترازو برای واسطه نقلیه باربری بلندتوناژ که بار اضافه را حمل و نقل می نماید بارچه کنترل وزن را تسلیم نماید، در صورتی که پلیس ترافیک و شاهراه بعد از حصول اطمینان از اضافه بار بودن واسطه نقلیه بلندتوناژ واسطه نقلیه مذکور را توقف نداده و به شعبه کنترل ترازوهای وزارت فواید عامه اطلاع ندهد، هرگاه مقام عالی رتبه دولتی، مقام دولتی، موظف امنیتی و یا سایر کارکنان دولت، اشخاص مندرج اجزای 1، 2، 3 و 4 فقره 2 این ماده را به نحو تهدید نماید که مجبور شود تا زمینه عبور واسطه نقلیه با بار اضافه را مساعد نماید، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط محکوم می گردد. راننده
ای که بعد از تطبیق معاهدات مقرره کنترل وزن و ابعاد وسایط باربری بلندتوناژ بار اضافی را حمل و نقل کند. برای بار اول به جزای نقدی 40,000 تا 120,000 افغانی و 1 سال حبس و در صورت تکرار آن به حبس متوسط از 3 سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد. در این صورت محکمه به توقف واسطه نقلیه بلندتوناژ از 2 ماه الی 6 ماه نیز حکم می‌نماید. شخصی که به منظور بلند بردن ظرفیت واسطه نقلیه بلندتوناژ تغییرات تکنیکی را در واسطه مذکور ایجاد نماید به جزای نقدی از 40,000 الی 120,000 افغانی محکوم می‌گردد. در این حالت مرتکب مکلف است تغییرات وارده را نیز اصلاح نماید. از وزارت محترم تجارت، اتاق تجارت و سکتور خصوصی تقاضا به عمل می آید که در تطبیق مقرره با وزارت فوایدنامه همکاری همه جانبه نماید. همچنین وزارت ترانسپورت با دادن اجازه‌نامه فعالیت وسایط و وزارت داخله با تامین امنیت محلات ترازوها و تطبیق مواد مقرره کنترل وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلندتوناژ همکاری لازم نماید. از هموطنان عزیز، والیان محترم، ارگان‌های محلی، تجار ملی، سکتور خصوصی، رانندگان محترم و نهادهای امنیتی تقاضا به عمل می آید که در تطبیق مقرره کنترل وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلندتوناژ و حفظ مراقبت از سرک‌ها هر کدام به سهم خویش با وزارت فوایدنامه همکار باشند تا سرک‌ها که جزء سرمایه ملی کشور است حفظ گردد.